یا الله برای ما هدایت نصیب فرما. یا الله ما را در راه دین ما ثبات و استقامت نصیب بگردان و خاتمه ما را به خیر بگردان. یا الله ما را از جمله دعوتگران و کسانی نگردانی که به خاطر دنیا و مادیات و خواهشات نفسانی و رضایت مردم حق را با باطل خلط و مخلوط بگردانیم. یا الله ما را از این جمله نگردان. یا الله کسانی که دوستیشان با ما به خاطر خودت است و ما را دوست دارند در امان خود داشته باش و از شرک و کفر و نفاق آنها را دور داشته باش. و کسانی که شب و روز ما را تحقیر میکنند، برای ما تهمت میکنند، ما را خوارج و افراطی و تکفیری میگن، یا الله اولا آنها را هدایت بساز، اگر قابل هدایت نیستند آنها را در دنیا و آخرت ذلیل و رسوا بگردان. یا الله یا الله آرزوی ما فقط شهادت در راه خودت است و ما را بی نصیب نگردان. یا الله نشود از جمله کسانی شویم که به خاطر شهوات دنیا از محبت و لذت شهادت غافل شویم. یا الله یا الله شب و روز دنبال شهادت هستیم. یا الله جز فکر شهادت هیچ راهی چیزی را به سر نداریم. یا الله یا الله جز آرزوی شهادت و آرزوی سربلندی دین تو هیچ آرزویی نداریم. یا الله یا الله این جوان مرد را و سایر برادران این را به آرزوی بزرگ خیش برسان. یا الله یا الله ما را به آرزوی دیرینه ما برسان و ما را از انسانهای منافق و مشرک و کافر دور داشته باش و آنها را در دنیا و آخرت ذلیل بساز و ما را بر آنها نصرت و یاری بده. یا الله